دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم: یا الله، در بالای امتان من از طرف تو چنین عذاب نه آید که اینها را نیست و نابود سازد. الله گفت: قبول کردم. یا الله، بر بالای اینها چنین عذاب زمینی نه آید که اینها را نیست و نابود سازد. الله گفت: قبول کردم. یا الله، بر اینها چنین دشمن حمله آور نشود که اینها را از بین ببرد. الله گفت: قبول کردم. یا الله، در بین اینها اختلاف نباشد. الله گفت: نه محبوبم، این قبول نیست، اختلاف می باشد. دنیا جای امتحان است، ما می بینیم. الله جل جلاله همه ما و شما را از فتنه های آخر الزمان نگهبان باشد. آمین یا رب العالمین.